قشنگای خودم، با فال مرکب میخوام شروع کنیم. یا علی، مثل همیشه برای فروردین ماهیا ببینیم چه اتفاقایی قراره برشون بیفته تو این چند روز اخیر. فروردین ماهی، اولا که اینجا داره میگه 2 نفر دارن کمکت میکنن، دست یا علی برات دراز کردن تا یه چالش 2 الی 3 روزه داری برای انجام شدن یه کاری. نگران نباش، 100% پله های موفقیت برات دارم میبینم و خدمت دست کن از سمت کسی که تو اسمش واو و میم داره یه اتفاق خوب هم برات میفته. حرف خودت خواهد شد، نگران نباش. اردیبهشت ماهیای خودم، یا علی، اردیبهشت ماهی میگه انگار دیروزی پیروزی جای استخاره‌ای وا کردی، یه سری حرفایی بهت زدن که حال دلت خوب شده. اردیبهشت ماهی بهت قول میدم طی 7 وعده مثل 7 الی 17 روز خبر خوب عشقی به گوشت میرسه و از این حال و هوای بداحوالی میای بیرون انشاءالله. خرداد ماهیای عزیز خودم، یا علی، خرداد ماهی انگار که یکی از عزیزای دلت بداحواله، مریض احواله، حالش خوب نیست، یه مریضی دارم براش میبینم، 100% بهبودی داره، نگران نباش. و اینجا داشته باش خرداد ماهیا، برای همه خرداد ماهیای قشنگم میگم بی برو برگرد، یه آینه، یه روشنایی، یه نور و امید مالی براشون این هفته 100% روشن میشه انشاءالله. تیر ماهیای عزیز، تیر ماهی حال نداری، حالت خوب نیست، مریض احوالی، 100% بهبودی داری و نگران نباش. تیر ماهیای عزیزم، برای کل تیر ماهیا دارم اینو میبینم، به جرئت میتونم بگم همتون سر یه فکری، یه قضیه مالی، بیشتری هاتون 2 تا فکر تو سرتونه که این کارو بکنم یا نکنم. و خدمتون دارم میگم من میگم فردی که تو شماره تلفن 6 و 8 داره به شما زنگ میزنه، دست علی بهتون میده و موفقیت 7 الی 8 وعده انجام میشه انشاءالله. خرداد ماهیای عزیز خودم، یا علی، مرداد ماهی 3 تا هدف تو سرته، یه ذره داری دلدلی میکنی انجام بدم یا ندم. عینک بدبینی و از ذهنت از چشمت بیار بیرون، کاری که تو سرت رو انجام بده. 100% اینجا میگه طی 3 الی 4 وعده بی برو برگرد انجام میشه. شهریور ماهیای گل خودم، یا علی، شهریور ماهی تو رابطه‌های احساسی دارم میبینم انگار که یه جورایی به بنبست خوردی. این بنبست نیست، این یه راهیه که پیش رود افتاده، نگران نباش. تو فایل احساسی به یه چالشی برخوردی که اینجا میگه طی 6 وعده 100% رو به بهبودی درست میشه و با 2 مرتبه به سمت هم دیگه برمیگردی. پس برای عزیزای دلم دارم میبینم، حتی اینم بهتون بگم یه نور امید از فردی که تو شماره تلفنش 5 براتون افتاده، انشاءالله اونم انجام بشه. مهر ماهیای عزیز خودم، یا علی، مهر ماهی دلت شکسته، فردی دلتو شکونده، حالا رابطه احساسی بوده یا یه رابطه مالی که بیشتر اینجا میگه رابطه احساسیه. پرچمی باز کرده بودی روی دلت که تو رابطه احساسی فعلا تا اینجا به شکست برخوردی، نگران نباش، به سمتت میاد. تو شماره تلفنش 2 و 3 وجود داره و تمنای این کارهایی که باید برات میکرده رو انجام میده، تمنا داره و به سمتت برمیگرده. آبان ماهیای عزیز، آبان ماهی نظری کردی که نظرت ادا میشه، 100% حاجت روایی، 100% یه راهی رو میخوای بری، مرددی که این راهو برم یا نرم. اگر راه برای درمان، 100% برو که با دست پر و موفقیت برمیگردی. آذر ماهیای گل خودم،
چقدر امروز برای عزیزان رابطه‌های احساسی داره پیش میاد و میبینم. آذر ماهی تو رابطه احساسی به چالش بد برخوردی. 2 وعده است، مثل 2 روز 12 روزه. تو رابطه احساسی با فرد مورد نظرت، کسی که در کنارته، چالش دارین، اصلا فاصله گرفتین. نگران نباش، طی 7 وعده مثل 7 روز با هم دیگه 100% سازش دارین و تو شماره تلفنش 2 و 9 میبینم. اگر این تو شماره تلفنش باشه بیشک به سمت هم برمیگردید. بیماهیای عزیز گل خودم، یا علی. بیماهی من بیشتر برای مؤنثاش دیدم. خیلی محکمید، خیلی مقاومید، مرحبا دارین با کسی یا برای کسی که تو اسمش میم داره مثل محمد یا مهدی کار میکنی. چقدر موفقیت و چقدر پیشرفت. آفرین، صد مرحبا به شما دیماهیای گلم. بهمن ماهیای عزیز، یا علی. بهمن ماهی دلت یه جا گیره. خانمی که تو اسمش واو داره یا یه 2 نقطه مثل ویدا. حالا نگران نباش، بهش زنگی میزنی، این تلفنت و این تماست بی شک جواب میگیری و تا 4 وعده انشالله به هم دیگه خیلی سریع میرسین انشالله.